لبیک. سلام علیکم حضرت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت سوال داشتم در این موضوع. مرحبا. استفاده بردن لباس‌های بهترین یا اشیاءهای بهترین مشکل فرمانده این حضرت اون نمی سوال داشتم نشان همینو. سلامت باشید. باید سوالی لوازم داشتم حضرت. مرحبا. اون شخصانی که خیر و صدقات زیاد میکنن از حد زیاد مال و مثلا اوقات و طعام زیاد صدقات میکنن فقط به خاطر صدقات اینو در حساب داخل میشن حضرت. صدقات زیاد و لباسای گرانبها زیاد یا لباسای گران. سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ هم دو سوال داشتم حضرت. همین معلومات بده حضرت. سلامت باشید. خیر برکت موفق باشید. صدقه هیچ وقت اسراف نیست مدامی که در اون اسراف نشود، یعنی بیهوده نرود. ولو هر چقدر باشد. یتیم خانه فرض کردیم 500 نفر است یتیم، یا به صاحب خانه ای که 1000 نفر اونجا به صاحب بود، در اونجا در کفالت چیز حکومت هستند. لیکن پیشکی می رد میگه که من یک احسانی دارم، صدقه دارم، فلان روز در فلان وقت من میخواهم که یک صدقه کنم برای 1000 نفر، برای 10,000 نفر. و الحمدلله امروز صاحب کارهای هستن که 100 200 300 از اویلوی کم بضاعت خانه دار میکنن. این چند میلیون صرف میشه. این اسراف نیست. مدامی که مال در جایش و انسان مستحق میرود میرسد به جا صرف نمیشود و قانون شکنی و قانون تنظیم رعایت میشود. چرا من قانون رو به زبان آوردم؟ به خاطر که این یک نظام است. نظامی هست که مردم رو به یک کامیابی میبرد. معرکه میگذرونید در چارچوبه شریعت به اسرافکاری. اسرافی نیست، حرامی نیست، حلال است، اجر دارد، برکت دارد. پروردگار میگه استعیذ بالله من یعمل مثقال ذره خیرا یرى. اگر ذره نیکی کردی پروردگار اجر اون رو برایت میدهد، هیچ ممکن نیست ندهد. این دیگر اونه که ماشینی گرانبها، لباسی گرانبها، پروردگار نعمتش رو داده است، دوست می‌دارد که اثر نعمتش رو ببیند. ولو میلیون‌ها داشته باشد، ثروتی یعنی زیادی داشته باشد، بعد جنده پوش بگردد، این غضب پروردگار میآید. پروردگار مدامی که شرایط داده است، امکانیت داده است، از اون امکانیت استفاده کن برای خودت، برای خانواده‌ات، برای فرزندانت، برای برادرانت، برای دوستانت. باره حضرت امام مالک رحمت الله در یک صحبتش در باره شکر نعمت صحبتی داشت. بعد یکی از اهل نشست صاحب کاری خیلی دارنده و موفقی بودن. بعد به امام مالک رحمت الله علیه گفتن که امام مالک یک ساله لباس میپوشیدگی اتون رو من میدیم، هر روز عوض کنید، هر روز یک لباسی تازه بپوشید، هر روز یک لباسی نوی بپوشید. امام مالک رحمت الله علیه گفتن باشه، من قبول. تحفه دوست، پیشنهاد دوست رو قبول کردم. می آوردن یک ماه پیشکی می دادن. امام مالک رحمت الله علیه همون روز می پوشیدن، فردا با یک نادار و با یک کمبغل احسان و صدقه می کردن. هم صاحب کار اجر و پاداش می گرفت، هم امام مالک اجر و پاداشی عظیم می گرفت. مهم اساس اسراف نمیشه. گپ سر اسراف نشدن است. ولو پیشکی یک ساله یعنی 365 سر لباسی پره میآورد میداد. این اسراف نیست. چرا که امام مالک الان میدونید که امام مالک اسراف کار نیست، اسراف نمیکنن. لبیک. سلام علیکم ورحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم حضرت جان درباره یعنی اسرافکاری با کدام واسطه پیش راه اسرافکاری را گرفتن ممکن است؟ با کدام راه پیشی راه اسرافکاری رو گرفتن ممکن است؟ با دیگر سوال دارید؟ نه تمام. سلامت بشه. خیر برکت. پروردگار به انسان عقل داده است. و وقتی که انسان این عقل رو در همین حیات، در همین زندگی، در همین دنیا استفاده نکنه، در اون گور دیگه عقل در کار نیست. در گور و در قیامت دیگه اون عقل در کار نمیشه. تمام. اونجا یک نظام معین میبرنده. عقل در نمیجا در کار است. و برای چی کاری کنم که بخت زیان بیارم؟ برای چی کاری کنم که فردا در قبر عذاب بکشم؟ برای چی کاری که اسراف کنم که محروم از رحمت الهی شوم؟ برای چی
نعمتهای خدادادی رو برای خودم به برکت و نحس و یعنی کسرت کسافتی کنم. و پروردگار مسلمان رو عقل داده است در روشی گپ. چرا پروردگار با مسلمان میگه که تمام نوشیدنی ها و کشیدنی های مست کننده استعمال نکن، حرام است. ولی چی؟ و خاطر که دایم عقلت فعال باشد از روی عقل زندگی کنی. برو مدی برق رو خاموش کن، داخل شدی برق رو روشن کن. ندیدیم چقدر خانه ها سوختن از این شده به پروادی از شده برق، پلیته ها، گاز ها یا دیگر اسبابی یعنی گرم دهنده یا پختگی دیگر یعنی از بی‌پروایی یعنی خانه خاکستر می شود. خدا نشان ندهد که روزم یکی از نزدیک و پیوندو تماس گرفتن گفتن که خانه با پرگی حتی دیوالها یعنی از سوختاری سخت دیوار ریخت از قسمتش. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از آنجا تمام داشتم برای پیشگیری اسراف در زندگی چی باید؟ درباره پیشگیری زندگی چی؟ پیشگیری اسراف در زندگی. پیشگیری اسراف فعلا باشد، معلش قبول. سلامت باشید، دیگه سوال نیست؟ نه. سلامت باشید. گفته ایستاده بیرون شدی برق رو خاموش کن، داخل شدی برق رو روشن کن، اسراف نکن. خداوند عزوجل بعد برکت رو میدهد. شما میدونید که برکت در زمین نیست. و ینزل من السماء، برکت رو پروردگار از آسمان میریزوند. اسراف نکن در زندگی. خواب زیاد رفتن اسراف است، خوردن زیاد اسراف است، سخن بیهوده زیاد گفتن اسراف است. در هیچ کاری اسراف نکن. بعد ببین پروردگار برکتش رو از آسمان برای چگونه نازل میکنه. هیچ وقت اسراف نکن. حالا اونجا ما میگفتیم که فرق بین اسراف و تبذیر. پروردگار میگه که مبذرین برادران شیطان هستند یا برادرانی شیاطین، شیطان ها هستند. تبذیر مالت رو در کار حرام صرف نکن که برادری شیطان میشوی. اسراف یعنی عموم است و تبذیر خصوص. مالت رو در کار حرام صرف نکن که برادر شیطان میشوی و شیطان محروم از رحمت الهی و از محروم از جنت. سلام علیکم استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. بنده اظهار منتداری میکنم از این برنامه‌های یوتیوبی مرکز اسلامی. و خیر برکت جاتون که سلامت باشید. تشکر استاد عزیز که مردم از هر گونه گروه‌های افراطی جواب صحیح رو از مرکز اسلامی میگیرند. اجر فداش زیاد شما. خداوند شما را نگهبان باشه استاد عزیز. موفق باشید. در امان خدا. موفق باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. برادر این شیاطین این معنی را دارد که محروم از رحمت الهی هم در دنیا و هم در آخرت. وقتی که انسان اسراف نمیکنه، حالا ثروتی ناچیز هم یعنی دارندگی خود تر داشته باشد، خود خشک داشته باشد، دارد ندارد، کم دارد زیاد دارد، هر چی دارد پروردگار برکتون رو میده. قناعتمندی و خاطر جمعی رو در قلبش جای میکنه، مثل اینکه جنتی در همین دنیا زندگی میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت یک سوال داشتیم. مرحبا. آیا شخص اسرافکار میتواند که از این خصلت‌های بد خلاص شود؟ چی باید کرد؟ حضرت امیر جواب میده. سلامت باشید. تا خیر برکت. خب الله برکت. خب موفق باشید. پروردگار میگه استعذ بالله ولا تقنطوا من رحمت الله. اگر میگه در اسراف اگر هر چقدر در اسراف در گناه هم که فرو اسراف کرده، هیچ وقت از رحمت الهی محروم نباشید. لبید. الو. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. سلامت باشید. موفق باشید. هر چقدر اسراف کنم که از رحمت الهی ناامید نباش. استعذ بالله قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اگر در گناه هر چقدر اسراف هم که کردی، هیچ وقت از رحمت الهی ناامید نباش.
یعنی هر چی کردی تو حال بخد که اومدی شنیدی که اسراف به برکتی هست، اسراف نحسی هست، اسراف کسافتی هست، اسراف کسرتی هست، اسراف ناکامی هست، اسراف یعنی بدبختی دنیا و آخرت است، اسراف از رحمت الهی محروم شدن است، اسراف باید نکنید، اگر اسراف نکردی زندگی با برکت میشه تمام. اوه پروردگار عقل برای داده است. میشود، چرا نشود؟ ندیدیم بسیار انسانی که تمام خاک میخوردن، بعد توبه کردن، اصلاح شدن، مصلح شدن، برکت یافتن، سعادت یافتن، با برکت زندگی کردن، زندگیشون، فرزندانشون، اهل خانوادهشون، همهشون با عزت و با برکت و با سعادت زندگی کردن، قناعتمند و راضی زندگی کردن. قبل از این چیز همه خاک میخوردن، از هیچ چیز حذر نداشتن. بعد به خود اومدن، رفیق، دوست، عالم، دانشمند، صحبت نشستن، بعد گفتن که بیست که ما رو شیطان غفلگیر کردگی هست. به خود اومدن، توبه کردن، اصلاح شدن، مصلح شدن، که همه دوستو رو گفتن که بچه بیو یک جای همه خوک خودی بس کنیم دیگه، بیو که اصلاح شدیم که برکت در این جا هست، در اسراف نکردن هست. برکت همه در اسراف نکردن هست، بی برکتی همه در اسراف هست. او پروردگار عقل داده است، وقتی که انسان عقل استفاده کنه سعادت دنیا و آخرت رو به دست میاره. یکون مشکلی و دشواری و سختی و سنگینی نداره، فقط گپ سری است که عقل استفاده کنه، تمام. اندیشه کنه، فکر کنه. خردمندترین انسان، دوراندیشترین انسان که هست، یا از جوانی پیری رو فکر کنه. باز از او بهترین دوراندیشترین که هست اونی که زیر خاک فکر کنه. چند سال زندگی کردم، مردم هم میبیند چند سال زندگی کرده ایستادم، 60-70 رفت. چند سال که زیر خاک خوب است؟ 100 سال، 500 سال، 5000 سال، 8000 سال، 10000 سال، یا زیاد یا کم. باید چکار کنم؟ باید فکر اونجا رو کنم که این چند سالی محدود زندگی میکنم، اسراف نکنم، زیاده روی نکنم، تندگرایی نکنم، بدخواهی نکنم، بدبختی نکنم، خود رو بدبخت نکنم، دیگران رو هم بدبخت ناکام نکنم، تا اینکه این چند هزار سالی که در انتظار قیامت و قیامتی که یک روزش 50000 سال هست، در اونجا بدبخت نشوم. پروردگار هم همون انسانی رو هدایت میکند که اون هدایت بخواهد، هدایت رو بخواهد، سعادت رو بخواهد، جنت رو بخواهد، پروردگار رو میبرد به آسانی. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اونی که ایمان میاره، تقوا میکند، انفاق میکند، زکات، قربانی، فطر روزه، یک بیچاره، یک یتیم، به قدری توان. هیچ کس اسلام هرگز نگفته است که هر چی که داری همه‌اش رو بپوش، نه، به اندازه‌اش، به چی نکش. در نتیجه پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو میدهد. یگون جای مشکلی و یگون جای معمایی ندارد، هیچ معمایی نیست این مسئله. فقط مسئله که خب دیگه خیر خوب باشد، فکر کند، عقل استفاده کند، پروردگار کامیابش میکند، پروردگار کامیاب میکند. هیچ ممکن نیست کامیاب نکند. چرا ممکن نیست کامیاب نکند؟ و خاطری که پروردگار وعده خلاف نیست. هر کسی جنت بخواهد و برای جنت مهنت کند و توبه کند، ولی پروردگار میگوید که توبه کنید، توبوا الی الله توبه نصوحا. شما توبه کنید، توبه نصوح که دوباره به اون گناه بر نگردید. حالا اسراف میکردید، توبه کنید، دیگر اسراف نکنید. پروردگار توبه شما رو قبول میکند. از همه اون نحسی و کسرتی و کسافتی و بدبختی و ناکامی ها نجاتت میدهد. از عذاب قبر قیامت فلسرات این همه نجاتت میدهد. ولی پروردگار بگوید بد نمیکنه. پروردگار وعده خلاف است. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. هیچ وقت پروردگار وعده خلاف نیست. مهم است بنده فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ایمان و تقوا و پرهیزگاری و احسان و نیکی و باور کردن به چی؟ و صدق بالحسنى، جنت رو باور کنه. فسنيسره لليسرى. پروردگار میگه من به آسانی میبرمش. بنده مومنی که هیچ وقت در یکیش مغرور نشود، در یکیش مایوس نشود.
با مجرد از همین قبر خیستن راست جنت می رود. تمام نعمت ها رو شکر می گفت و تمام مصیبت ها به تقدیر الهی راضی بود و مایوس و ناامید نمیشد. برای هر چیز ناچیزی خود و دیگران رو بدبخت نمی کرد. حالا که گفتیم قیامت 50,000 سال است، برای انسان کافر که قیامت رو باور ندارد، جنت رو باور ندارد، برای اون مشکل دشوار است. اما برای مؤمنی که در نعمتات پروردگار رو شکرانه این همه نعمت از جانب پروردگار، این همه نعمت از جانب تو هست، این همه رحمت تو هست، این همه فضل و کرم تو هست. نعمت مغرورش نکرد و مصیبت تو هیچ کس در دنیا بی مصیبت نیست. هر چقدر که سطح بالا زندگیش، صفت زندگیش بالا رفت، همون قدر مصیبتش وزن‌تر است. هر چقدر زندگیش ساده و عادی باشد، همون قدر مصیبت وزنینیش سبکتر است. هر انسانی رو به اندازه خودش است مصیبتش. در دو حالت، در نعمت مغرور نشد، در مصیبت ها مایوس و ناامید نشد. همیشه تکیه به پروردگار داشت. اونجا تکیه به پروردگار داشت، مغرور نشد. اینجا تکیه به پروردگار داشت، مایوس و ناامید نشد. پروردگار این را مستقیم از قبر به جنت راست میبرد و پروردگار وعده خلاف نیست. وقتی جدا شده این برنامه به پایان میرسد، من از پروردگار عزوجل الله سبحانه و تعالی به همه بینندگان و همه اونایی که همیشه فعال هستن این برنامه رو پیگیری میکنن، سوالات پیشنهاد میکنن، فکرها پیشنهاد میکنن، برای همه اونها از پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو تمنا میکنم. تا برنامه دیگر در پناه پروردگار باشید.